Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? kanalımıza hoş geldiniz. امروز درس ما در مورد زمان گذشته هستش. میخوایم فعل رو به زمان گذشته ببریم و تبدیلش کنیم به فعل زمان گذشته. در حالت مثبت، یعنی منفی نباشه، سوالی هم نباشه، یه فعل مثبت. حالا برای اینکه این کار رو بکنیم باید چیکار کنیم؟ یه فرمولی من براتون می نویسم، شما طبق اون اگه جاگذاری کنید خیلی براتون راحت تره که فعل رو به زمان گذشته برگردونید، چون طبق اون فرمول همه رو جاگذاری میکنید و میتونید ازش استفاده کنید. فرمول چیه؟ ریشه فعل. ریشه فعل چیه؟ فعل امری یا همون فعل بدون ماکومک. فعل بدون ماکومک چی میشه؟ همون امری میشه دیگه. مثلا شما فکر کنید که فعل مثلا گلمک رو در نظر بگیرید که معنی آمدن میده. وقتی مکش رو ور میداری چی میشه؟ میشه گل، یعنی بیا، میشه همون فعل امری. بنابراین ریشه فعل همون فعل امری، فعل بدون ماکومک. بعدش چیه؟ به اضافه نشانه زمان. ما گفتیم چی میخوایم بکنیم؟ میخوایم زمان گذشته رو نشون بدیم در این فعل. حالا نشانه های زمان در گذشته برای فعل رو به صورت گذشته بخوایم در بیاریم چیه؟ دی، دی، دو، دو، تی، تو، تو. پس اینا شدن نشانه های زمان گذشته که بعد از اینکه ریشه فعل رو آوردیم، بنابر اینکه فعلمون حرف آخر صدادارش از گروه کالین یا اینجه هستش، ما از این نشانه ها استفاده میکنیم، یا اینکه فعلمون ختم شده باشه به حروف فیستیکچی شهاب که اون موقع به جای دی، دی، دو، دو از تی، تی، تو، تو استفاده میکنیم، یعنی به جای د تبدیل میشه به ت به خاطر حروف فیستیکچی شهاب اگه به اونا ختم شده باشه. بعد از اونا چیکار میکنیم؟ ضمیر شخصی رو اضافه میکنیم. فعل رو وقتی بهش زمان دادیم، مثلا میخوام بگیم من این کار رو انجام دادم دیگه، پس باید اون نشانه من که همون ضمیر شخصی هم هستش در آخر به فعل اضافه بشه. ضمیر شخصی برای اول شخص مفرد م هستش، برای دوم شخص مفرد نه هستش، برای سوم شخص مفرد ضمیر شخصی نداره، برای اول شخص جمع که هستش، برای دوم شخص جمع نیز، نیز، نوز، نوز، و برای سوم شخص جمع لار و لر هستش. حالا که فرمول رو یاد گرفتیم، ما چند تا فعل رو برای امتحان جاگذاری میکنیم تو این فرمول، ببینیم فعلامون چطوری به حالت گذشته در میاد و نتیجه چی میشه. خب گفتیم چی بود؟ گفتیم ریشه فعل، یعنی همون فعل امری. فعل امریمون رو ما برای اول شخص مفرد الان ما میخوایم امتحان کنیم. فعلمون چیه؟ فعل گرمک. گرمک معنی دیدن میده. حالا گفتیم که فعل ما باید بدون ماکومک باشه دیگه، پس ما فقط گر رو می نویسیم، مکش رو خط میزنیم، می نویسیم گر. بعد نشانه زمان رو حالا باید اضافه کنیم. نشانه زمانی که مناسب گر باشه چی هستش؟ چون که آخرین حرف صدادار گر او هستش، پس اینجا ما باید نشانه زمانمون مناسبش دو هستش. دو رو میزنیم میشه گر دو. برای اول شخص مفرد ضمیر شخصی چی بود؟ م بود. گر دوم. چی شد نتیجه؟ گردوم، یعنی دیدم. فعل ما فعل گرمک رو به حالت گذشته در آوردیم، برای اول شخص مفرد شد گردوم، یعنی دیدم. حالا برای دوم شخص مفرد ما فعل اتورماک رو استفاده کردیم. اتورماک معنی نشستن میده، ماکش رو حذف کردیم، اتور آوردیم برای ریشه فعل. برای اتور بخوایم نشانه زمان رو بیاریم چی مناسبه؟ به خاطر آخرین حرفش که او هستش، دو، اتور، دو. برای ضمیر شخصی دوم شخص مفرد چی بود؟ نه بود،
پس میشه oturdun. آخر چی شد؟ در آخر چی شد؟ oturdun، یعنی تو نشستی. برای سوم شخص مفرد فعل kalkmak رو انتخاب کردیم که معنی بلند شدن میده، برخاستن میده. ماکش رو حذف کردیم، کالک رو آوردیم ریشه فعل. حالا برای فعل کالک ما نشانه زمان چی مناسبه بیاریم؟ تی باید بذاریم. چرا تی میذاریم؟ چون کالک آخرش که هستش از حروف فیستیکچی شهابه و اینجا د تبدیل به ت میشه و تی بدون نقطه میذاریم چون آخرین حرف صدا دارش آ هستش و در نتیجه میشه او کالکت، یعنی او برخاست. خب حالا برای اول شخص جمع، برای اول شخص جمع ما فعل یوزمک رو در نظر گرفتیم. یوزمک معنی شنا کردن رو میده، مکش رو حذف کردیم، یوز رو به تنهایی آوردیم. برای یوز چی مناسبه بذاریم که مال زمان گذشته باشه؟ نشانه زمان گذشته چی بذاریم؟ به خاطر اینکه او آخرین حرف صدا داره یوز هستش، پس ما اینجا دو میذاریم، شد یوز دو. حالا برای اول شخص جمع ضمیر شخصیش چی بود؟ که بود، پس شد یوز دوک. بیز یوز دوک، ما شنا کردیم. برای دوم شخص جمع ما فعل کاپاتماک رو در نظر گرفتیم. کاپاتماک معنی بستن میده، ماکش رو حذف کردیم، کاپات آوردیم. کاپات. وقتی کاپات رو آوردیم نگاه میکنیم میبینیم آخرین حرف این ریشه فعل ما ت هستش. ت از حروف فیستیکچی شهاب. گفتیم اگه فعلمون به حروف فیستیکچی شهاب ختم بشه دیگه از دیدو استفاده نمی کنیم، از تیتو استفاده می کنیم. د تبدیل به ت میشه. حالا برای کاپات ما اگه بخوایم تیتو بذاریم چی مناسبه؟ چون آخرین حرف صدادارش آ هستش، پس بناش تی بدون نقطه مناسبه. کاپات تی. حالا برای دوم شخص جمع چه ضمیر شخصی ما باید بیاریم؟ گفتیم نیز نوز هستش دیگه، پس اینجا چون که از تی بدون نقطه استفاده کردیم نیز بدون نقطه میاریم، میشه سیز کاپاتنیز، شما بستید. برای سوم شخص جمع فعل گتیرمک رو استفاده کردیم، مکش رو حذف کردیم، شده گتیر. گتیر رو که آوردیم نشانه زمان چی براش مناسبه؟ دی با نقطه. چرا؟ چون آخرین حرف گتیر ای هستش که نقطه داره. و ضمیر شخصی هم برای سوم شخص جمع گفتیم یا لار یا لر. حالا این چون که ای نقطه دار هستش چه ضمیری براش مناسبه؟ لر. پس میشه اونلار گتیردلر، میشه اونها آوردن. گتیر ماک معنی آوردن رو میده، میشه آنها آوردند. این مثال هایی بود که برای فعل در زمان گذشته زدیم. به صورت مثبت یعنی منفی نبود، سوالی هم نبود. حالا بریم منفی کردن فعل رو در زمان گذشته یاد بگیریم. میخوایم یه فعل منفی به زمان گذشته درست کنیم. برای این هم یه فرمولی هستش که مینویسیم و جاگذاری میکنیم تا راحت تر یاد بگیریم. ریشه فعل رو میذاریم بدون ماکمک. بعد از اون در حالت مثبت پشت سر ریشه فعل ما نشونه زمان می آوردیم، ولی اینجا اول نشونه منفی رو میاریم، بعدش نشانه زمان رو میاریم، بعدش ضمیر شخصی. اینجا یه گزینه بهش اضافه شد که همون نشانه منفیه، ولی نشانه منفی رو زودتر از نشانه زمان گذاشتیم. حالا که این فرمول رو یاد گرفتیم ببینیم باید چیا بذاریم. خب فعل گفتیم ریشه فعل بدون ماکمک، نشانه منفی چی بود؟ ما، مه، یا ما یا مه. بستگی داره به اینکه فعلتون چی باشه. فعل آخرین حرف صدادارش از گروه کالین ها بود، ما میذاریم از گروه اینجه ها بود، مه میذاریم. و نشانه زمان
چون که بعد از ما یا م میاد 2 تا بیشتر نیست، یا د بدون نقطه یا دی با نقطه. برای ما اگه آوردیم د بدون نقطه میاریم، م اگه آوردیم دی با نقطه میاریم. این 2 تا نشونه رو بیشتر نداره دیگه، دو و تو و اینا نداره، چون که اون نشانه زمان بعد از ما و م میاد، همین 2 حالت رو بیشتر نداره. ولی ضمیر شخصی در همون حالت قبلی که مثبت بود به همون صورته، یعنی برای اول شخص مفرد م، برای دوم شخص مفرد نه، برای سوم شخص مفرد ضمیر شخصی نداره، برای اول شخص جمع کا، دوم شخص جمع فقط نیز با نقطه بی نقطه، چون که نشانه زمان ما دی با نقطه و بی نقطه بود. برای سوم شخص جمع هم که دوباره لار و لر هستش، بسته به این که اون فعل ما چی باشه، از آخر حرف صدادارش گروه کالیم بوده یا اینجا بوده، نشانه زمانش دی با نقطه بوده یا بی نقطه بوده، اینجا هم لر و لر میگیره. حالا که ما این فرمول رو یاد گرفتیم، فعل ها رو برای این فعل های انتخاب کردیم که در شخص های مختلف برای شما صرف میکنیم. ببینیم حالا ما فعل منفی رو چطوری باید درست کنیم. برای اول شخص مفرد که بن هستش، فعل کورکماک رو در نظر گرفتیم. کورکماک معنی ترسیدن رو میده، میخواد بگه من نترسیدم، حالت منفیش رو بگه. چیکار میکنیم؟ برای ریشه فعل کورک رو میذاریم، ماکومکش رو حذف میکنیم، میشه کورک. نشانه منفی با توجه به اینکه فعل کورک آخرین حرف صدادارش او هستش چی میشه؟ از گروه کالین هاست دیگه، پس باید ما بگیره، میشه کورک ما. بعد نشانه زمان چی میشه؟ نشانه زمان هم 2 تا بیشتر نداشتیم که، یا دی با نقطه بود یا بی نقطه. اینجا چون ما هستش پس دی بدون نقطه میگیره و ضمیر شخصی اول شخص مفرد هم م هستش، میشه ben korkmadım. Ben korkmadım یعنی من نترسیدم. دوم شخص مفرد فعل görmek معنی دیدن رو میده، مکش رو حذف کردیم، گور آوردیم، گور بعدش نشانه منفی بخواد بیاد چی باید بیاد؟ م میاد، چون آخرین حرف صدا داره گور او هستش و نشانه زمانش چی میاد؟ دی با نقطه میاد و ضمیر شخصیش چی بود؟ نه، شد sen görmedin یعنی تو ندیدی. برای سوم شخص مفرد فعل دورماک هستش. دورماک معنی ایستادن یا توقف کردن رو میده، ماکش رو حذف کردیم، دور آوردیم. حالا دور براش نشانه منفی چی مناسبه؟ ما، چون آخرین حرف صدادارش او از کالین ها هستش. نشانه زمان چی مناسبه؟ دی بدون نقطه. ببینید اینجا فعل دور هستش، او داره، ولی چون که بعد ما و م بعدش میاد دیگه همون دی رو میگیره. فکر نکنید چون که فعل توش او داره بنابراین پس باید ما اینجا دو بذاریم، نشانه زمان دو بذاریم. نه، اینجا نشانه زمان گفتیم ما در حالت منفی 2 تا بیشتر نداریم، یا دی بدون نقطه یا دی با نقطه، هر چی میخواد باشه. یعنی آخرین حرف صدادارش مثلا او با نقطه باشه، بی نقطه باشه، او با نقطه باشه، بی نقطه باشه. در همه حالت ها چون که پسوند منفی اون ما و م هستش و اون نشانه زمانه میخواد بعد از اون قرار بگیره، 2 تا حالت بیشتر نداره، یا دی بی نقطه یا دی با نقطه. دو دی اینا دیگه دو تو اینا هیچ کدومو نداریم، چون که بعد از ماه حتی به حروف فیستیکچی شهاب هم ختم نمیشه، ماه یا مه دیگه. پس بنابراین ت هم تی تو هم نمیگیره، فقط دی با نقطه بی نقطه. خب شد چی؟ او دور ما دی بدون نقطه، پس شد او دور ماده، یعنی اون نایستاد یا اون متوقف نشد.
حالا برای اول شخص جمع فعل کنوشماک معنی صحبت کردن رو میده. بعدش کنوشماک ماکش رو حذف میکنیم، کنوش رو میاریم. نشانه منفی چی مناسبه؟ ما. نشانه زمان چی مناسبه؟ دی بدون نقطه. و ضمیر شخصش چی میشه؟ که بیز کنوشمادک، یعنی ما صحبت نکردیم. برای دوم شخص جمع فعل گیمک رو در نظر گرفتیم. گیمک یعنی پوشیدن، لباس پوشیدن. معنی پوشیدن رو میده. مکش رو حذف کردیم، گی آوردیم. گی. بعد نشانه منفی که براش مناسبه چی هستش؟ م هستش، چون یه نقطه دار داره. برای دوم شخص جمع فعل گیمک رو در نظر گرفتیم. گیمک معنی پوشیدن رو میده، لباس پوشیدن منظورش هستش. مکش رو حذف کردیم، گی رو آوردیم. نشانه منفی چی براش مناسبه؟ م، به خاطر ای نقطه دار. نشانه زمان چی براش مناسبه؟ دی نقطه دار. و ضمیر شخصی چی براش مناسبه؟ نیز نقطه دار. برای سوم شخص جمع اونلار فعل یکاماک رو در نظر گرفتیم. یکاماک معنی شستن رو میده. ماکش رو حذف کردیم، شده یکا. یکا رو می نویسیم. نشانه منفی چی براش مناسبه؟ ما. و نشانه زمان چی براش مناسبه؟ دی بدون نقطه. و ضمیر شخصش چی میشه؟ لار میشه. میشه اونلار یکامادلار، یعنی اونها نشستند. این هم مثال هایی بود که برای حالت منفی زمان گذشته براتون زدیم. شما میتونید فعل های دیگه ای رو هم برای خودتون صرف کنید تا بهتر یاد بگیرین. استفاده کردن از اون فرمول هم خیلی به دردتون میخوره، چه در حالت مثبتش چه حالت منفیش. خدا نگهدارتون تا ویدیو بعدی. Görüşürüz. Hoşça kalın.